تلویزیون بهار تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریښتینی غږ. که من پیشتر براتون گفتم من هیچ واژه برش پیدا کردن نمیتونم، من بخی عاجز مانده. به یاد وطن یقین دارم که در ماه مبارک رمضان دوستا و عزیزان روزشان با خرما میکشاین یا باز میکنن یا بسیار عاطفی صحبت کردین. نام خدا نور کشیدین. نتاشا ماه مبارک رمضان است، یعنی روزه است، برکت ماه رمضان است. و مخصوصا که امروز در خبرهای کابل دیدم 3 طفل معصوم سر بریدن. آقای رئیس جمهور جواب شما و مسئولیت شما در قبال یاد 3 تراژدی چیز مثل حوادث دیگه. نتاشا چی فکر میکنی از لحاظ انسانی؟ آدم بخی گفته امریکایی‌ها اسپیچلس میمونه، هیچ گفتنی دیگه نمانده. آدم خسته میشه که هر روز یک موضوع نو، یک کشتار. سابق و کلانا بود پای خود به جان طفلای معصوم لچ کردن. هیچ گفتنی نداره که چی بگوی آدم. هیچ کدام واژه آدم پیدا کردن نمیتونه که بگویه. نظیره جان یک شعر خوب بگو راجع به ماست. راجع به ماست کی شعر میگه نتاشه؟ تو میگی. خب یا روی تو نازک است. میگه تغار بشکند ماسا بریزد، جهان گردد به کام کاسه لیسان. انشالله آرزوی تامین یک سال سراسری طالبان، دولت، تمام کسانی که در رأس دولت هستند، در بدنه دولت هستند، از این موقع طلایی استفاده کنند. صبور جان، جناب کمال که تازه از افغانستان تشریف آوردن، من شنیدم که اقتصاد مردم خراب و شنیدم که نتاشا جان کمک‌های کرده. کمک‌هایتان شما زکات یا فطر روزیتان دادین یا میگین من روزی غرقه میگیرم فطر نمیتونم؟ علاوه از اینکه روزه را میگیریم، همچنان کمک‌های خود برای مردم بی‌وضاحت افغانستان هم روان بود. بسیار تشکر. وضعیت مردم چطور بود صبور در ماه رمضان؟ خارج از رمضان هم وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است، بسیار نگران کننده است. گفتم چه خبر بود در آن ویرانه؟ گفتا خبری این است که افسوس افسوس. این که دستم گرم کنم این مردم فقیر بیچاره خودم در زمستان چی میکنن؟ از پدر پرسید روز یک پسر، بهترین دین ها کدامن ای پدر؟ گفت من با دین ندارم هیچ کار، پیش من دین ها ندارم اعتبار. چون که آوردیم هر دین جدید، اختلاف ها بیشتر آمد پدید. کینه ها و دشمنی بسیار شد، جنگ های مذهبی تکرار شد. خون مردم ریختن روی زمین، بارها و بارها با نام دین. نه مسلمانم نه ترسان یهود، سر به حکم عقل میارم فرود. عقل میگوید که این شبه کران، از در همزیستی با دیگران. دین ولی گوید که خون کافران، گر بریزی اجر دارد بیشمار. من به دین علت ندارم دین و کش، تا نریزم خون امکیشان خیش. تو هم ای فرزند از روی خرد، پیروی کن تا به امیدت برد. با تمام مردم روی زمین، دوستی کن بهترین دین است این. میگه نمکدان را تهی کردم کباب دل نمک نگرفت. نمکدان را تهی کردم کباب دل نمک نگرفت. با چشم شور خود دیدم که دست بی نمک دارد. هنوزم به حال وطن افسوس میخوریم. و شما که با این طرح نوتان رفتین و خود سعیم دانستین، روند را یا یک سازمان اجتماعی را به وجود آوردین، فکر میکنین که کار کرده بتانین چه تعداد از هموطنای ما گرد شما بسیج شد؟ نظیره جان، اول خب ما یک مدت در کابل بودم و با بعضی از دوستان ملاقات داشتم. تعداد فقیر و یک تعداد غریب است حتما. کسانی که وضع اقتصادشون خراب است و اینا تعدادشون بسیار زیاد است، اما روی هم رفته
چی دعا میکنی صبور جان؟ گپار خود در چوکات یک مصاحبه میگیریم، اما تا جایی که من دیدم برنامه آقای کمال از طریق تلویزیون‌های متعدد مبارک برتان میگم با چه قاطعیت گپ زدین که باز نگوییم که اینا سوز میتن و سوزنمایی میکنن، مردم غریب در افغانستان از گرسنگی میمیرن. فقط یک خمیر عادی است و یک مقدار گوشت است، پیاز است که در افغانستان هم پیدا میشه، در خانه شام است، در خانه گدام است. حاجت ترشی در نان شیخ نیست، ترشی رویش کفایت میکنه. پیشانیتان باز بگیرین، دلتان فراخ بگیرین. دعای امشب ما چه خواب بود در افطار که امروز شما را قسمت میکنیم. نمک و سوده الماس شبیه انبم، به غلط گر بخوری جان به سلامت نبری. پاس نمک بدانین عزیزا. ما نان خشک میگیم و ایرانی هم نان بربری. شما در روسیه ایده چی میگین؟ لپیشکا. لپیشکا. بله نان خشک و واقعا همسر صبور جان مایرانه و خیلی هنرمند و آشپز خوب است، سلیقه بسیار خوب داره. چون میبینیم یا از وطن آمده عزیزا. ببینید بسیار خوشمزه. تمام دنیا به شمول سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه، ایالات متحده زمینه رو مساعد کردن که یک آشتی ملی صورت بگیره. جلسه استانبول هم متاسفانه طالبا به تعویق انداختن، قرار بود من برم. چطور نتاشا؟ آمین. میگه صورت نبست بر دل ما کینه کسی، آینه هرچی دید فراموش میکنه. آمین یا رب العالمین. چاپلوسایی که در افغانستان راجع به ترشی نگفتی نظیره جان؟ بله من مدام شاعر میگه حاجت ترشی در نان شیخ نیست، ترشی رویش کفایت میکند. خب عزیزای گل در امریکا رسم به این است که اگر میمان میرین یا میمان میشین باید به صاحب خانه کمک کنین، اگر میمان میایه با شما باید کمک کنه. نیاز است. الله اکبر الله اکبر اشهد ان محمد رسول الله. بله وطن دوزخ شده عزیزا، ای وطن داغ‌ترین دوزخ دنیا شده ای، بر سر ملت خود خط چلیپا شده ای، تیغ فرزند خودت سینه پاکی تو درید، زیر پای قدم خیش تای پا شده ای. هر طرف می نگرم نقش و نگار نسب است، به تماشای خودت غرق تماشا شده ای. دامن پاک تو آلوده به تریاک شده، همه مجنون تو گشتند که لیلا شده ای. پاره شد صفحه تاریخ تو از دست رقیب، پاره شد صفحه تاریخ تو از دست رقیب. تن ویران تر از پیکری بودا شده ای، دشمنانت همه سیراب زمینای تو شد، تو چرا تشنه تر از سایل دریا شده ای. بعد از این طاقت فریاد ندارد دل من، بعد از این طاقت فریاد ندارد دل من. با خبر باش که بازیچه دنیا شده ای، قصه عشق تو گرم است به هر شهر و دیار، قصه عشق تو گرم است به هر شهر و دیار. ای وطن با تو چه کردن که رسوا شده ای؟ سالها دست نوازش به سرت کس نکشید، چقدر پیش خودت بی کس و تنها شده ای. تو مپندار که رفتیم و فراموش شدی، به فدای سرت ای خاک که بی ما شده ای. نظیره جان واقعا شعر بسیار زیاد مقبول و واقعا سروده بسیار زیبا که هر افغان ما که بشنوه اگر کمی احساس داشته باشه واقعا او باید خدمت کنه برای مردم خود و برای جامعه خود. واقعا بسیار دردآور است، رنجاور است حالت فعلی افغانستان که هر لحظه و هر ثانیه از او با تشویش است و پر از رنج و درد است. مردم افغانستان نه شب خود میفهمند و نه روز خود میفهمند. حتی بعضی دوستای ما که در کابل هستند اونا برای ما گفتن که ما وقتی که بیرون میریم همین نام و آدرس و تلفن خانه خود ما بالا جیب خود میگذاریم که اگر خدا نخواسته که حادثه شد حداقل بفهمن که ما کی هستیم. فکر کنین دیگه. چقدر داوره میگه په آخر صبور اشک مرا آورد، مرا گریان دادی.
که میگه ملت افغانستان میگه که وقتی که مردم در کابل و در افغانستان در کل میگه وقتی میبراییم آدرس خودت بالای جیب خود میمانیم که اگر اتفاق مفته خانوادهشان پیدا کنه. ایگه بسیار متاثر کننده است. جای تاسف است برای دولت مردای افغانستان. آقای ظفر شعر بسیار قشنگ داره صبور جان که میگه وطن خاکت شوم جان تو زخمی است. بهار تلویزیون د یووالي او پیوستون رښتینی غږ. تلویزیون بهار تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید.